الگوی قسمت پشت رو میکشیم. حالا از قسمت بالای کاغذ الگو 3 سانت بیا پایین و یک خط افقی رسم کن که به این خط گردن میگیم. حالا از خط گردن قد بالا تنه جلوتو بیا پایین و از خط کمر 20 سانت بیا پایین و خط بازتنتو علامت بزن. حالا که خط کمر و خط بازتنمون رو به دست آوردیم، فاصله بین خط گردن و خط کمرمون رو تقسیم بر 2 میکنیم و خط سینه رو به دست میاریم. از خط گردن 7 سانت داخل میشیم و 2 سانت و نیم میریم به سمت بالا. هلال گردنمون رو رسم میکنیم. حالا 1/4 دور سینه رو روی خط سینه علامت بزن و بعد هم 1/4 دور باسن رو روی خط باسن علامت بزن. حالا این 2 نقطه رو به هم وصل کن. حالا روی خط سینه 1/2 کارور پشتتو علامت بزن و یه خط عمود تا خط گردن رسم کن. حالا که این خط رو رسم کردی، نوبت کشیدن سرشونمون میرسه. قسمت بالای این خط عمود 1 سانت و نیم بیا پایین و 3 سانت میریم به سمت بیرون. حالا که خط سرشانه رو رسم کردیم، نیازه که این سرشانه رو اصلاح کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این سرشانه بزرگه. پس اندازه واقعی سرشونمون رو روی همین خط علامت میزنیم و بعد هم حلقه آستینمون رو رسم میکنیم. این از الگوی پشتمون. الگوی جلو رو تو ویدیوی بعدی بهتون آموزش میدم.